برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با عرض سلام و صمیمیت تمام شوکت محمد با شما هستم. برنامه تحلیلی دیدگاه را از شبکه یوتیوبی پیام تیوی برایتان تقدیم میکنم. موضوع امروزه ما درباره بالیوود و گالیوودی تاجیکی است. انیقترش سینما و نیهانی فیلم پروداکشن. باور دارم شما ده ها فیلم این بالیوود و گالیوودی تاجیکی را تماشا کرده اید، اما ما درباره پرودوسر و سیناریو آفرین این دو سینما در برنامه امروز صحبت میکنیم. اعتراض هزاران نفر به بازداشت و ربودن عزت امان با ثبت نوار و نشان دادن چهره خود مقامات قدرتی تاجیکستان را آسیب سر کرده است. آنها نمیدانند به این موج اعتراض ها چگونه برخورد نمایند و با چه راه تاثیرش را کمتر سازند. اصول های قبلی از قبیل ترساندن و فشار به خانواده ها دیگر کارساز نیست. دیگر هیچ کس نمی ترسد. شمار اعتراضگران آنقدر زیاد شده است که مقامات دیگر امکان پیگیریش را هم ندارند. از طرف دیگر موج بیداری ها کم کم دارد به داخل کشور می رسد و کمترین شراره می تواند آتش خشم مردم را برانگیزد. یگانه چاره برای حاضر به خودشان بخطر که تا حال به عقلشان رسیده است و اندیشیده ایستاده اند، ثبت نوارها علیه عزت امان، مخالفین و اعتراضگران است. حداقل دو تا استودیو به ثبت و پخش نوارها مشغول است. استودیوهای کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان. برای کوتاه فهمو شدن ما به این دو استودیو نامگذاری کردیم. ما این دو استودیو را من بعد یکیش را سینما میگوییم و دیگرش را نیهانی فیلم پروداکشن. سینما ابریویاتور های رهبری کمیته دولتی امنیت ملی سایمومین یتیموف یعنی سایمومین ستاروویچ و نیهانی تخلصی ادبی وزیر کارهای داخلی تاجیکستان رمضان رحیمزاده است. همچنین برای جدیت بخشیدن به نام این استودیوها طبق معیارهای بین المللی که خود مقامات تکراری آن را دوست می‌دارند، ما نوشتی نام آنها را به خط لاتینی می‌گردانیم. سینما و نیهانی فیلم پروداکشن. درباره آنکه سطح سناریو، ثبت، نقش و غیره در فیلم‌های استحصالی سینما و نیهانی فیلم پروداکشن به کدام نقطه فرش برابر است چیزی نمیگوییم. همه‌تان میدونید. سطح فیلم را عادتاً بیننده ها بها میدهند. خودتان بها میدهید. خب، معروفترین فیلم استحصالی نیهانی فیلم پروداکشن که با سپارش و شاید اشتراک سینما ثبت و پخش شده است، فیلم چند سریگی درباره بازگشت اختیاری شراف‌الدین گدایف است. این فیلم شاید بیشتر از صحنه‌های لحظه‌های گوارا مردم را خنداند. شراف‌الدین همین خیلی 10-12 در سر کوچه کامراها را موندگی هستند. شراف‌الدین از هواپیما میفروید، راست پیش شاهرخ سعیدزاده میرود. راست میرود، همین آماده ایستاده است در راه، الکی گرفته ایستادن، رفته در راه تاق تاق میکنه، در راه میکشن. خوش آمدید بیایید اون اینجا. من به خواهش خودم عرض نویسی آمدم. من کینو برابر پخش اولی این فیلم شبکه‌های اجتماعی از خنده مردم ترکیدن. هیچ منطقی در آنها دیده نمیشد و از کوچه سیناریو چی عقل و فراست گذشته نبود. این فیلم مؤلفانش رو بیسوادی مؤلفانش رو نشون میداد، کورسوادی مؤلفانش رو نشون میداد. اما این بزرگ استودیو به تمسخر مردم اعتنا نکردند.
و قسم‌های منبعدی فیلم رو نیز ثبت و پخش کردند. در تمام تلویزیون‌های دولتی و شبکه‌های اجتماعی این رو پهن کردند، نشان دادند. پروا نکردنشان به خنده و تمسخر مردم از آن گواهی میداد که فیلم، البته فیلم درونی ناخن، اگر این رو فیلم گفتن هم نمیشود، این فیلم نما نه برای مردم کشور ساخته شده است. حالا طبق دعوای خودشان معلوم شد که حتی این فیلم را برای جامعه جهانی ساختند. برای چی اینطور میگویم؟ همین فیلم خندخرش را به چند زبان ترجمه کردن. کار خوب کردید. درباره سریال خیانت تماشا کردید؟ یک تماشا کنید، توصیه میکنم. این سریال خیانت که طبق سناریو و نقش بازان ارائه کرده اس سینما در تاجیک فیلم ثبت شده است، باید گپ نزنیم هم می شود. مردم بهای این فیلم را الکی دادگی است. بعد پخشش جانبداران آنهایی که در این فیلم جنایت هایشان افشا شد به مراتب افزود. اینقدر رکلام زور کرد این فیلم مخالفین را. ای قندت زن، همین سناریو کشیدگی، ای قندت زن، فراساتات بمیرم. همین فیلم میبینی میگوی همین کبیری به همین آفرندگان همین سناریوی همین فیلم یگان 100-200 هزار دلار پول دادگی. اگر نه اینقدر مخالفین یک 10 سال دیگر جاغ میزد، این خیلی رکلام نمیشد. با تمام هم طلبه های مکتب رو هم برآورده تماشا دادند. چرا چنین میگم؟ ببینید، در استرافشان همین هفته رسانه‌ای شد که 3 نفر خواننده صنف 11 رو بازداشت کردند. برای چی؟ برای آنکه آنها با نوارهای مخالفین لایک گذاشتند، نوارهای خاراکتری اکستریمیستی تروریستی داشته را به دیگران تماشایش را توصیه کردند. اینها کی بودند میدونید؟ اینها همون شخصایی بودند که در صحنه‌چه‌هایی که علیه تروریسم اکستریمیسم صحنه‌چه‌ها ساخته شده است در آنها رول بازیده بودند. همین 3 نفر که بازداشتند طالب علم‌های پیش صف، خوانندگان اعلی‌خوان، در کارهای جمعیتی فعالانه اشتراک می‌کردگی خواننده ها، حتی مهارت اکتیوری داشتند، در صحنه‌چه هنری ضد تروریستی اکستریمیستی یعنی ضد مخالفین تیار کردگی صحنه‌چه رول بازی کرده بودند، نقش آفریده بودند. فهمیده گرفتید؟ اکنون به چی تبدیل شده است این 3 نفر طالب علمی فعال؟ به دعوت کنندگانی افکار و اندیشه های مخالفین. به دیگران هم توصیه کردند، به لایک ماندند به نوارهای مخالفین. فهمیدید؟ های سیناری نویسان اس سینما و نیهانی فیلم پروداکشن چی کار کرده ایستادید؟ فهمیده ایستادید؟ قندتون نزنید، ما خرسند از شما، برکه یابید. گفته خوجنده ها. میدونید فیلم خیانت رو برای چی ساخته بودند؟ برای اینکه نیتشون این بود که کی بودن مخالفین دولت را افشا کند، اما در کدام سطح سواد و انسانیت بودن مؤلفانش را افشا کرد. برعکس. حالا اکنون چی؟ اکنون تمام کوشش های اس سینما و نیهانی فیلم پروداکشن به سیاه نشان دادن عزت امان روانه کرده شده است. این 2 استودیو
هر روز چند نقشاور را از کدام کوچه قپیده میبرند یا از کدام دانشگاه از کدام مکتب قپیده میبرند. یگون فعال گپ زدن میتوستگی کاغذ را ازیوت میکنند نزد دوربین میبرند تا اینکه عزت امان را سیاه کند. افشای دروغشان در یکی از اولین نوارهایشان از طرف خواهر جبر دیده نیز فیلم آفرانی ورزیده را از رایشان نگرداند. تماشا کردید خواهر جبر دیده چی گفت؟ ببینید در یکی از اولین ثبت‌های جبر دیده ها، همونایی که جبر دیده گفته برآوردن، اینش گفت که عزت امان مرا به فلان پول به فلان 1000 روبل کیدت کرده است، قلابی کرده است و هاکذا. در همان یکی از همان نوارها گویا عزت امان پول آنها را گرفته و فریب کرده است. یک مرد ریشدار منبرین کل برآمده دعوا میکند که عزت امان 200,000 یورو برای طبابت دادرش گرفته و فریب کرده است. بله. فردای آن روز دو خواهر این مرد با ثبت نواره دعوای برادرشان را رد کرده گفتند که عزت امان نه تنها آنها را فریب نکرده بلکه کمک‌های زیاده از جمله کمک‌های پولی هم کرده است. این نوار در همه شبکه‌های اجتماعی دور میزند و چون بسیاری ها آن را دیدند ما در این باره زیاد گپ نمیزنیم. اما یک چیزی علاوه میکردگی هست، این است که به ما میسر شد که شخصیت این دعواگر را معین کنیم. خواهرش برآمده گپ زد، خیر همه گپ فهموند، اما خودش کی است؟ این نظریف اعظم عزت اللهویچ زاده ناحیه مومن آباد است که حالا همراهی پدرش نظریف عزت الله و مادرش نظریه گلبی در دوشنبه در پایتخت زندگی میکنند. برادر بزرگ اعظم با لقب رستمچه با جرم غارت اینکاساتور 12 سال زندان شده است. 12 سال زندان شده است. منبع ما میگوید که اعظم از نورسی برای ملیسه خبرکشی میکرد و حالا کارمند غیر شتتی وزارت کارهای داخلی است. این هم تمام نه. همین 12 سال رستمچه برادر اعظم با گناه اعظم در زندان ششته برآمدگی است. این را حکومت میداند، این را وزارت کارهای داخلی میداند که اعظم گناهکار در آزادی، اکاش رستمچه بیگناه 12 سال زندان شده برآمدگی. اعظم زبان کوتاهی وزارت کارهای داخلی. باز چیکار میکند این؟ در بازار کاروان رهبر گروهی دزدان کیسه‌بر است. همین اعظم رهبر دزدان کیسه‌بر است که از طرف چند افسر بلندپایه وزارت کارهای داخلی کریشه‌وت می شود. یکی از وظیفه های اعظم حل بحث دزدان دستگیر شده با جبر دیدگان است. مبادا اگر دزد دستگیر شد اعظم می رود خودش را چیکار میکنه؟ کارمند ملیسه معرفی میکنه. دزد را رفتیم تو دزدی کردی ها احمق جرد، بیا رفتیم اداره ملیسه. دورتر میبره سرش میتید. اگر زورش نرسید با کریشه ها ملیسه های کریشه اش زنگ میزند، وای هم میبویند، دزد را قبضه آن سوتر میبرند، از چشم جبر دیده ها آن سوتر میبرند سرش میتید. انا کار و من کار. اکنون فهمیدید تماشابینان عزیز؟ امکان دارد بیشتری آنهایی که علیه عزت امان برآمد میکنند از کارمندان غیر شتتی وزارت کارهای داخلی یا خبرکشان این نهاد هستند یا زبان کوتاهان وزارت کارهای داخلی هستند. با چی کار آنها را وربوت کردگی هستند؟ تمام هر کاری لازم باشد با آنها فرموده می شود.
حالا بغیر از این اعظم منبع‌های ما حداقل 2 نفر دیگری آنها را چنین معرفی کردند و ما در حال جمع‌آوری معلومات درباره آنها هستیم. معلوماتی که درباره اعظم جمع شد از چند منبع‌ها چند خاراکتری او را جمع کرد که بودن کشیدن او را واقعا تصدیق شدند، تایید خود را یافتند. میتوانید باور نکنید، شما هم کافت و کاف کنید و ببینید که این اعظم کی است. من این قلاب نبوده است، ایزد همون قلاب بوده است. این کیسه‌بر که از این کیسه‌بر شما جبر دیده ساخته اید، شرم نمیدارید؟ از یک نفری که به خاطر او با جرم او برادرش 12 سال شیشته برآمده است. از یک نفری که خواهرانش از او مرترن شما او را جبر دیده برآورده نشان میدهید. این اکتورهای شما به شما کار نمیدهند. سینما، نیحانی فیلم پروداکشن، اکتورهایی که دارید به هیچ دردی نمیخورد. حالا این هم تمام نه تماشابینان گرامی. همین فکر میکنم همین سیناری نویس، دراماتورگ، عالم و شاعر رمضان رحیمزاده که با تخلص نیحانی شعر می نویسد، حالا شعرش رو که می نویسد تعیین نه، خودش می نویسد که می نویسد. فقط همینجا سوال به میان می بیاید که فکر میکنم زمان مکتب خانه رمضان رحیمزاده یا از درس های جغرافیا میگریختگی و یا نوشتن سناریوهای فیلم های کوتاه استودیوش نیحانی فیلم پروداکشن را به دامادش شادی حفیظزاده یا یگان بس سواد دیگر واگذار کردگی. خیر شادی حفیظ هم باشد همین فراساتش برابری رمضان رحیمزاده بدگیسته، اول زیاد نه، همین قدر بدگیسته. همین ها اگر فراسات داشته باشن همین خیلی سیناری های شرمنده گیم به میون میبیارن، خودشون رو شرمنده میکردگی. نه، این رو فراسات گفتگی گپ نیست. طبق وصفنامه های نوشته و گفته چند نفر، رمضان رحیمزاده شاعری توانا، دراماتورگی با استعداد و سیناری نویسی کم نظیر است. حالا این رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی به فیلم ها سیناری هم می نویسد. نه جدی میگم، جدی. رسانه ها خبر دادن اخیر به فیلم های تاجیک فیلم سیناری می نویسد. از روی همین سیناری های نوشته رمضان رحیمزاده اکتورهای تاجیک نقش می آفرند. اما اجرا کننده نقش اساسی در نوار چیزهایی را میگوید که نشان میدهد سیناری نویس از خودش باسوادتر نیست. ببینید، یک آدم برآمد گپ زد، شاید استحصال نیحانی فیلم پروداکشن باشد، همون نواری مردک، میگوید که عزت اما جوانان را دعوت میکرد که من به شما جای کار یافتم، آنها را جمع میکرد. من به شما جای کار یافتم گفته، بعد به اتوبوس سوار میکرد و میگفت شما را به جای کار میبرن. اما این اتوبوس آنها را کجا میبرد؟ کجا؟ سوریه میبرد. از روسیه اتوبوس بار کرده سوریه میبرد است. سوریه پشت خانه اتوبوس بار کرده میبری. معنی سیناریه
عزت همین خیل کار که اگر عزت تمام کی این پدر نهلت تمام جوانای شهروندای تاجیکا قن میکرد میگفت که در روسیه بیاین با جای کار در فلان جا جای کارای ابسپچینی نه قسمای نه خیلی او خیلی میگرفت روی میکرد بچه ها سرگردان نمیفهمیدن کجا اتوبوس دوار میکرد رو سیریا روی میکرد میرفت بچه ها دوجا میخندیدن رگون بودن این جای چیه این هم مایلش بعضی افرادی که سینما و ниҳонӣ فیلم продакшн برآورده گپ زننده ایستادند حتی نام عزت امانро باری اول میشنوند دیده میشود فهمیده میشود که یکم بار شنیده ایستادند برای چی بعضیش میگوید که عزتوف امان بعضی دیگرش امانوف عزت حالا همین خیلی گپ رفته ایستاده است همه حرفای گپ زننده ها ضد نقیص یک جمله دیگرش را انکار میکند گذشته از این نورسان و جوانان نوخطی را مجبور به گپ زدن کرده ایستادند که ظاهرا دانشجویان سال اول یا حتی خواننده مکتبند این بیچاره‌ها میگویند که از شبکه‌های اجتماعی خبردار شده‌اند که عزت امان مردم را فریب میکرده است چند روز قبل از این در شبکه‌های اینترنتی پخش است که درباره عزت امان که عزت امان شخصی میباشد که در عصرهای 20 سالهای 90 عصر 20 در روسیه با غیر قانونی شهروندی را گرفته از همان روز اعتباراً چند نفر تاجیکان و شهروندان روسیه را فریب کرده مبلغ‌های زیادی آنها را گرفته است. اینجا یک چیزی عجیب است. میدونید چی؟ نوارهای طرفداری عزت صدها برابر از نوارهای ضدی عزت امان گپ زده شده زیاد است. حالا این نوارها را همش را مقامات ساخته است. ساخته مونده است. اوی طول روز 10-12 روز است که مردم به طور آنلاینی با سیمای خودش برآمده گپ زده ایستاده است با طرفداری عزت امان. اوی گوجای نگاه کرده ایستاده شما. اوی شرمنده ها که مردم را برآورده خط خواننده ایستاده اید شرم نمیدارید. اوی شرمنده ها اونهایی که با سیمای خود برآمد کرده ایستادند در همون زمان تا 17-20 هزار 10-12-15-17-20 هزار آدم در یک لحظه تماشا کرده ایستاده است. در یک وقت تا 65 هزار نفر یک برآمدهای آنلاینی مردم را که با چهره خودش برآمده از عزت امان دفاع کرده ایستاده است هزار نفر تماشا کرده ایستاده است. این نوارهای شما که خواننده دانشجو و چند گماشته هایتان را برآورده گپ زننده چند الکش دیگر را یا دزد قلاب و کیسه برها را 50-100 بیننده دارد. شرمتان نمی بیاید؟ همین نوارهایی که مونده اید اگر خودی مردم برای خنده و مسخره باز نشرش نمیکرد شاید 50-100 نفر هم نمیدید. اینجا اهمیت دهید تماشابینان گرامی. اکادمیک و فیلسوف اس و شاعر و دراماتورگ نیهانی ندانسته نمیتوانند که این نوارهایشان نه تنها کمترین تاثیری به مردم ندارد بلکه خودشان را به مسخره مردم تبدیل داده است. حالا معلوم نیست آنها با چه هدف این نامعقولی را انجام میدهند و نه تنها خودشان را نزد مردم بلکه کشور را در جهان شرمنده میکنند. یادتان هست چند سال با ثبت جاگه خواب مردم و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی تاجیکان را به جهان زناکار و فاحشه معرفی کردند. حالا چی؟ تاجیکان را
ابله و خبرکش و دزد و بخیل معرفی میکنند. یه بمیره این روزتون، ای شرمنده ها. چی فکر دارید تماشابینان گرامی؟ با چه سبب این طور باشد؟ من فکر میکنم دو سبب است. دو تا سبب دارد. یا قصداً میخواهند تاجیک را بیشتر شرمنده دنیا کنند، یا درک فهمش و فراست دانشی همه اشان از پایان تا بالا یکسان است. بی‌سوادند. اگر اینها بی‌سواد نباشند، نخواد دو وزیر، دو گنرال، حالا اینها با عالم هستند، یکی اکادمیکو، یکی دارای کدام عنوان علمی دیگر، نخواد نفهمند که پیش نظری همه لختک بازی میکنند. نخواد همین رو نفهمند. نخواد نفهمند که همه دنیا به حالشان میخندد. تماشابینان گرامی، اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. خواهش میکنم تکمه لایک را پخش کنید، پیوند نوار را به دیگران فرستید. همچنین پخش تکمه زنگوله به شما امکان میدهد که برابر پخش نوارهای ما شما از آن در حال باخبر شوید. به کانال یوتیوبی پیام تیوی لطفاً آبونه شوید. آبونه شدن شما به شما امکان میدهد که همین گونه برنامه‌های ما را پیگیری کنید. بجز برنامه دیدگاه، ما چندین برنامه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داریم که امیدوارم پسند شما میگردد. سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. رادیوی پیام، در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام، علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام، مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.